الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. در این بخش از برنامه به احادیث صحیح بخاری میپردازیم. همچنان که قول داده بودیم کتاب المختصر النصیح فی تهذیب الجامع الصحیح که امام محلب این کتاب را با سند خود از امام بخاری روایت می کند از طریق دو راوی الاصیلی و القابسی، امام اصیلی و امام قابسی. این صحیح بخاری را با سند خود از امام بخاری یعنی روایت می کند و همچنان که قبلا بیان کردیم سعی می کند احادیث را، الفاظ مختلف حدیث را یک جا جمع کند و این روش و این کاری که امام محلب انجام داده بسیار کار پسندیده است. همچنان که در حدیث قبل از آن ما این مطلب را مقداری بیان نمودیم و اکنون به ادامه آن، یعنی همون کتاب باب وحی، باب بدء الوحی، باب آغاز وحی، که الان ما به حدیثی که به این مسئله مرتبط است به آن میرسیم، یعنی حدیث دوم از صحیح امام بخاری. امام بخاری با سند خودش این حدیث را روایت می کند از عبدالله بن یوسف، اون هم از امام مالک، اون هم از هشام. و باز امام مالک می فرماید، یعنی امام بخاری از طریق فروه حدیث را روایت می کند، باز هم یعنی اون هم از علی بن مسهر، اون هم از هشام، همون که قبلا در سند اول وجود داشت، هشام فرزند عروه، اون هم از پدرش که عروه باشد و عروه هم از ام المؤمنین عایشه. عروه ابن زبیر یعنی می شود او از خاله خودش ام المؤمنین عایشه روایت می کند. عروه فرزند اسماء است و فرزند زبیر است. می فرماید ام المؤمنین عایشه ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. حارث بن هشام از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال می کند ای رسول خدا، وحی چگونه برایت می آید، یعنی چگونه به تو وحی می شود، یعنی چه حالتی پیدا می کنید و این وحی چگونه حالتی دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود كل ذاك يأتيني الملك أحيانا مثل صلصلة الجرس. فرمود احیانا یعنی گاهی میآید نزد من، یعنی اون فرشته، اون ملائکه که جبریل باشد پیش من میآید، یک صدای من احساس میکنم مانند صدای آهن که روی آهن قرار بگیرد، زنجیر روی زنجیر، یعنی صدای زنجیر و آهن و این گونه صداهای من احساس میکنم. در همون طریقی که امام مالک روایت میکند میفرماید و هو اشده علیه، این سختترین نوع وحی است، یعنی مشخص است اون وحی که هنگامی که به او وحی میشود یک فشار بسیار عظیمی بر او وارد می شود، یعنی فشار بسیار سختی
چون اون ارتباط با عالم ملکوت وقتی که پیدا می کند، یک انسان و یک جسم انسانی وقتی که ارتباط با عالم ملکوت برقرار می کند، این گونه حالتی پیدا می کند، حالت بسیار سخت و سنگینی است بر رسول خدا و میگه این سخت‌ترین نوع وحی است. میفرماید فیفصم عنی وقد وعیت، میگه اون وحی از من قطع می شود در حالی که کاملا فهمیدم که چه چیزی به من وحی شده. یعنی وقتی که وحی قطع میشه کامل مطالب را دیگه فهمیدم و درک نمودم. و بعدا میفرمود این یک روش از روش‌هایی که از روش وحی که به من می شود. و احیانا یتمثل لی الملک رجلا، و گاهی این فرشته به شکل یک انسان در جلوه من ظاهر می شود. یعنی ظاهر می شود و مجسم می شود در شکل یک انسان، یک مرد. فیکلمنی فاعی ما یقول، او با من صحبت می کند و اون چیزی که از جانب خدا آورده برای من بازگو می کند و من می فهمم که او چی می گوید. یعنی مطلبش را باز هم خوب درک می کنم. و ام المؤمنین عایشه خودش می آید مطلبی که خودش با چشم خود دیده از این حالتی که مثلا به او وحی شده، اون حالت چه حالتی پیدا می کند، این را بیان می کند. و یکی از فضیلت ام المؤمنین عایشه این بوده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در خونه هیچ کدوم از همسرانش بر او وحی نازل نشده جز در خانه ام المؤمنین عایشه. میفرماید ام المؤمنین عایشه میفرماید من او را می دیدم هنگامی که وحی بر او نازل می شد در روزهای بسیار سردی، یعنی وقتی که هوا بسیار سرد بود. اما وقتی که بر او وحی می شد فیفصم عنه و این جبینه لیتفصد عرقا، میگه وحی از او قطع می شد. وقتی که تمام می شد نگاه می کردم پیشانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مانند این که یک رگ را پاره کنید. کسانی مثلا برای ما دو حالت داریم، کار داریم برای گرفتن خون فاسد از بدن انسان، یا از طریق حجامت یا از طریق فصد. در قدیم اینجوری بوده، رگی را پاره میکردند و از اون رگ خون را مثلا بیرون می آمد خون. میگه دقیقا مانند فصد که مثلا رگی را با تیغ بزنید چگونه خون جاری می شود، آنگونه عرق از پیشانی رسول الله جاری می شد. این دیگه بیان می کند که این وحی چقدر سخت بوده و چه فشاری بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد کرده هنگام نازل شدن این وحی بر رسول الله. البته این نوعش که خودش می فرماید، وگرنه اون یکی که در شکل یک انسان ظاهر شود و برای او وحی بیاورد، این دیگه آسون بوده. امام بخاری این حدیث را در کتاب بدء الخلق آورده. یعنی امام بخاری این حدیث را همچنان که در بدء وحی آورده، آغاز وحی، در آغاز آفرینش هم آورده. چون در اینجا وقتی که در مورد آفرینش سخن میگوید، در مورد فرشتگان سخن میگوید که فرشتگان چه حالاتی میتوانند از خودشون در بیاورند. اینجا مثلا میگفت که بیان کرد که این فرشته به صورت یک انسان جلوه من ظاهر میشد. پس این حدیث مناسبت دارد برای اون باب هم که در اون باب آورده شود. در کتاب بدء الخلق در باب ذکر الملائکه، یعنی باب ذکر ملائکه، یعنی هنگامی که در مورد فرشتگان سخن میگوید، این حدیث هم را به عنوان یک دلیل در اون باب هم آورده. به همین خاطر ما گفتیم که امام بخاری این حدیث را در ابواب مختلف می آورد، در هر بابی برای
اینکه اون حدیث را به عنوان دلیل برای یک موردی که به آن مرتبط است آورده است. بعداً در حدیث دیگری، حدیث سوم که باز امام بخاری با سند خودش روایت می کند، از یحیی ابن ابی کثیر می فرماید از ابو سلمه پرسیدم، سألت ابا سلمه ای القرآن انزل اولو، میگه از او پرسیدم راستی کدوم قسمت از قرآن در ابتدا نازل شد. باز این حدیث را امام بخاری با سند خود دوباره از طریق امام زهری باز روایت می کند با سند مختلف و اسناد مختلف، اما همش از طریق زهری، سپس از طریق ام المؤمنین عایشه. یعنی مثلا این آخرین قسمتش، مثلا سند که آورده این حدیث را، چون در ابواب مختلف این حدیث را ذکر نموده، میگه یحیی ابن کثیر برای من روایت نمود از لیث بن سعد، اون هم از عقیل، اون هم از امام ابن شهاب الزهری، اون هم از عروه ابن زبیر، باز هم از طریق عروه ابن زبیر، و اون هم از ام المؤمنین عایشه رضای خدا بر او همهشون باد. می فرماید انها قالت، ام المؤمنین فرمود اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه و سلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم. میگه اولین باری که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آغاز شد چی بود؟ خوابهای صادقی بود. الرؤیا الصالحة فی النوم، رؤیای صالحه، یا در لفظ دیگر الرؤیا الصادقه، خوابهای صادقی، یعنی خوابی که انسان میبیند و خوابش کاملا تعبیر معینی دارد و مشخصی دارد و اون چیزی که در خواب دیده در عالم واقع اون چیز را میدید. میفرماید خوابهای، یعنی در ابتدا آغاز وحی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم خوابهای حقیقی بود و خوابهای بسیار قشنگی بود که رسول الله میدید و اون چیزی که در خواب دیده بود در عالم واقع اون مسئله اتفاق می افتاد. در نتیجه یعنی این مدت هم چقدر بوده؟ 6 ماه بوده. یعنی 6 ماه از ابتدای وحی به صورت خواب بوده تا اولین آیه بر اون نازل می شود که به صورت بیداری بوده که با آن می رسید. میگه ام المؤمنین عایشه در ادامه میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ خوابی را نمیدید مگر این که مانند سپیده صبح ظاهر میشد. یعنی همچنان که چگونه طلوع فجر و طلوع خورشید اتفاق میافتد، آنگونه خوابهای رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق می افتاد و خوابهایی بودن کاملا واقعی و درست و خیلی قشنگ. میگه بعد از این مدت که این خوابها را میدید و خیلی قشنگ بود، دیگه کم کم رسول خدا صلی الله علیه وسلم علاقمند شد که خلوت کند، یعنی مدتی به تنهایی خو کند. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی یابد که از تنها بپرهیزد. در اینجا رسول خدا البته تنهایی کار پسندیده ای نیست برای همیشه، گاهی کار بسیار پسندیده است. از جمله این حالتی بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابهایی را دیده، مثل این که انگیزه هایی برای او ایجاد شده و به تفکر و اندیشه واداشته شده و در فکر بوده که ببینه چی کار کند. یعنی بنت میدونسته که این چیزی که امروز مردم بر آن هستند و این بت پرستی میکنند و این شرک و کارهای نادرستی که انجام میدهند، میدانست که تمام این کارها کار ناپسندی هستند، ولی نمیدونست کار پسندیده چی هست، چه باید کنه.
بکند و چگونه این مردم را متوجه کند و چگونه متوجه شود اصلا این کارها چگونه اثبات کند که کار نادرست و ناشایسته است. در نتیجه احساس می کند نیاز به چی دارد؟ با خودش باشد، مدتی با خودش باشد و در فکر و اندیشه فرو برود، شاید راهی را بیابد. انگار کسی هم سراغ ندارد که با او مشورتی کند، که با او مطلبی را در میان بگذارد، تا نهایتا به این نتیجه می رسد که خلوتی کند. حبب الیه الخلاء، میگه پس او خلوت برایش محبوب می شود. در نتیجه چه جایی را انتخاب می کند؟ غار حرا را انتخاب می کند. غار حرا را انتخاب می کند و در اونجا خلوت می کند و مشغول عبادت می شود. دیگه چگونه چه عبادت های انجام داده؟ دیگه هرچی برایش میسر بوده و احساس کرده می شود این گونه خدا را بندگی کند، مشغول می شود. یعنی هرگاه که می رفت به غار حرا چند شبی در اونجا سپری می کرد، یعنی شب و روز اونجا ماندگار می شد قبل از اینکه به خانه برگردد و دوباره توشه دیگری با خودش ببرد و برای چند روزی دیگر اونجا ماندگار شود. یعنی هر روز که می رفت اونجا مقداری وسایل خوراکی و نوشیدنی را با خودش حمل می کرد و در اونجا ماندگار می شد و کاملا سعی می کرد بیشتر فکر کند. سبحان الله. میگه چند روز اونجا میموند، چند شبی، دوباره برمیگشت به سوی خدیجه، ام المؤمنین خدیجه، و از او دوباره میگفت یک مقدار دیگر وسایل برایم حاضر کن که دوباره برگرده به غار حرا، حتی جاءه الحق، تا اینکه حق به سوی او آمد. الله اکبر. در لفظ دیگر میفرماید تا اینکه حق او را غافل گیر کرد. اون در حالتی بود که اون در غار حرا بود، فرشته وحی به سوی او آمد، گفت اقرأ، بخوان. رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم من بلد نیستم چیزی را بخوانم. میگه وقتی که اینو گفتم فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد. میگه وقتی که من اینو گفتم منو گرفت و منو محکم به خود فشار داد، اینجوری منو بغل کرد و شدیداً منو محکم بر من فشار آورد، حتی بلغ منی الجهد، یعنی تا حدی که دیگه قدرت مقاومت در من باقی نموند، یعنی دیگه توان نداشتم. انسان وقتی که کسی او را فشار میدهد، اگر اینم قدرت داشته باشد میتونه او را فشار بدهد که فشار او بر او سنگینی نکند. اما اگر او قدرت بیشتری داشت دیگه این تمام تسلیم می شود و قدرت مقاومت برایش باقی نمی ماند. در اونجا هم می فرماید من هم قدرتم به پایان رسید و قدرت مقاومتی بیشتر نداشتم. وقتی که دیگه من به اون حالت رسیدم که توانم تمام شد، دیگه منو آزاد کرد، فرمود بخوان. گفتم من بلد نیستم چیزی بخوانم، ما انا بقارئ. دوباره منو گرفت و منو فشار داد. باز هم میفرماید تا نهایتا من دوباره به همون حالت قبلی برگشتم و خیلی فشار برایم اومد و توان مقاومت از دست دادم. دوباره منو آزاد کرد و برای بار سوم دوباره این کارو برای من انجام داد، بر من انجام داد و منو رها کرد. بعدا فرمود اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت، همون پروردگاری که هستی را آفرید. خلق میگه آفرید. چه چیزی را آفرید؟ دیگه نگفته چه چیزی را،
آفرید، یعنی همه آفریده ها از آن اوست، چیزی نیست که آفریده او نباشد. به همین خاطر به صورت مطلق فرمود آفرید. بعدا میفرماید چه چیزی را آفرید؟ خلق الانسان، انسان را آفرید، انسان را، یعنی در میان این هستی عظیم و بزرگ مهمترین آفریده در آن انسان است، دارای عقل و دارای اراده، دارای اختیار، دارای فکر و اندیشه. انسان را آفرید. خیلی خوب، انسان را از چه چیزی آفریده؟ من علق. انسان را از علق آفریده. علق در لغت عرب به معنی زالو هست، در لغت عرب به معنی خون منجمد شده هست و در لغت عرب باز علق به معنی آویزان، معلق. یعنی انسان را آفرید از چی؟ از یک خون منجمد شده به شکل زالو آویزان به دیواره رحم. یعنی در واقع در این کلمه علق، این لغت علق هم مشخص می کند که اون جنین در این مرحله چی هست؟ خون است، خون منجمد. و مشخص می کند این جنین در این مرحله به چه شکلی؟ به شکل زالو. و بیان می کند در چه حالتی هست؟ در حالت آویزان به دیواره رحم، و از دیواره رحم خون می مکد و تغذیه می کند. و این یکی از اعجاز علمی قرآن، اولین اعجاز علمی قرآن و اولین آیه‌ای که از قرآن نازل می شود علم به، یعنی خبر است از اعجاز علمی قرآن. و بعداً می فرماید و دستور است بخواندن و نوشتن، که بعداً در آخر در آیه می فرماید اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم. بخوان به همون، یعنی همون پروردگار اکرمی که تو داری، و ربک الاکرم، پروردگار تو بسیار، نه اینکه کریم هست فقط، اکرم هست. یعنی پروردگار کریم هست، اکرم هست، ذی الاکرام هست، ذی الجلال والاکرام. وقتی که گفتی کریم بسیار بخشنده، اکرم هم صیغه مبالغه، یعنی بسیار بخشنده، بسیار بسیار یا بخشنده ترین، و اکرام هم دارای بخشندگی و کرم است. پس بخوان و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اینقدر پروردگار تو کریم و اکرم هست و گرامی و بخشنده هست که علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی یاد داده که نمیدانست. علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. به وسیله قلم انسان را یعنی تعلیم داده و انسان را یعنی علم و دانش را به انسان یاد داده به وسیله قلم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزی یاد داده که نمیدانست. پس انسان هنگامی که درس میخواند و کتاب میخواند و دنبال علم و دانش میرود، چیزهایی به دست میآورد و علمی کسب میکند که قبلا نمیدانست. این نشانه کرم و بزرگواری پروردگار است، چون کرم تفسیر می شود به بزرگواری، به بخشندگی، به گرامی. همه اینها در آن وجود دارد. پروردگار تو گرامی است، پروردگار تو کریم و بخشنده است، پروردگار تو بزرگوار است. تمام بزرگواری و کرم و بخشندگی و صفت کمال در پروردگار وجود دارد. یعنی تمام اسماء و صفات پروردگار که دلیل
مثلا بیانی بزرگواری و عظمت و مهربانی و نه عظمت، مهربانی و رحم و لطف او بیان می کند، این می شود صفت اکرام. و اون اسمائی که در مورد عظمت و بزرگی و قدرت و جبروت او سخن می گوید، صفت جلال پروردگار را بیان می کند. یعنی پروردگار به کلی دارای دو گونه، تمام صفات پروردگار در جلال و اکرام خلاصه می شوند. در جلال و اکرام، یعنی تمام صفات پروردگار را ردیف کنید و تمام اسمای پروردگار را ردیف کنید، در زیر این دوتا لیست قرار می گیرد، لیست جلال و لیست اکرام. بعداً بالاخره این آیات بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای اولین بار نازل می شود تا علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بعداً می فرماید رسول خدا صلی الله علیه وسلم با این آیات برگشت به خانه دیگه. وحی برایش مثل این که دروازه رحمت به سوی او گشوده شد و دروازه رحمت به سوی تمام بشریت گشوده شد و رسول الله با این همه علم و دانش و رحم و کرم پروردگار به سوی خانه برمی گردد. یرجف فؤاده، که قلبش می لرزد، یا در لفظی می فرماید یرجف بوادره، میگه بوادر رسول خدا می لرزید، یعنی به حدی بر او فشار وارد شده بود و ترس او را فرا گرفته بود که این جایش هم می لرزید. بوادر به این رگی گفته می شود، یعنی این جایی که در بین، یعنی گوشتی که در بین گردن انسان و در بین چیزش وجود دارد، یعنی این قسمت شانه و چیزش اینجاش انگار اینجوری تکون میخورد. انسان گاهی که بر او فشار وارد می شود این حالتو پیدا می کند. بوادر یعنی در بعضی لفظ میگه همون مقدار گوشتی است که در بین منکب و عنق، یعنی در بین گردن و شانه انسان، این قسمت از بدنش انسان به لرزش در می آید. حالا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در این حالت برمیگردد و بر خدیجه کبرا، ام المؤمنین خدیجه کبرا وارد می شود. خدیجه فرزند خویلد. به خدیجه فرمود زملونی زملونی، منو بپوشانید، یعنی کاملا احساس لرز کرده بود، لرز. فزملوه حتی ذهب عنه الروع، میگه او را پوشانیدند تا اون حالت ترس و وحشت و اون در واقع وضعیتی که داشت تمام شد، یعنی اون فزع و ترسی که برایش ایجاد شده بود تا همه کم کم رفت و اون لرزی که کرده بود برطرف شد. خدیجه بعداً آمد خبر را برای ام المؤمنین خدیجه بازگو نمود و فرمود رسول خدا من حالتی بلایم پیش آمد که ترسیدم بلای بر سرم بیاید. خدیجه فرمود والله ما یخزیک الله ابدا. خدیجه بسیار قشنگ و زیبا فرمود به خدا سوگند هرگز پروردگار تو را پشت تو را خالی نمی کند و تو را رها نمی کند و تو را، یعنی هرگز چنین چیزی اتفاق نمی افتد. نگاه کن زن عاقل و دانا چگونه با همسر خودش، چگونه دلنوایی همسرش می کند و پشتیبانی از همسرش می کند. این نکته بسیار بسیار زیباست. فرمود هرگز پروردگار تو را رها نمی کند. می فرماید تو کارهای بسیار زیبایی انجام می دهید، از جمله تو صله رحم را به جا می آورید، تو انسان صادق و راستگویی هستی، تو زحمت دیگران را تحمل می کنید،
تا کسی که چیزی ندارد به او کمک میکنید و او را وادار میکنید به کسب و کار و از او حمایت میکنید. و تو کسی هستی مهمان پذیری میکنید، از مهمان پذیرایی میکنید. و تو کسی هستی در راه حق اگر کسی مشکلی برایش پیش بیاید تو او را یاری میدهید. نتیجتا ام المؤمنین خدیجه این مطالب بسیار زیبا و قشنگی که از رسول خدا میدانست به او گفت پس تو امکان ندارد پروردگار تو را یعنی گزندی به تو برساند و از جانب پروردگار بلایی بر سر شما بیاید. مطمئن باش چنین نخواهد شد. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. گفتیم ام المؤمنین خدیجه رسول الله را صلی الله علیه وسلم دلنمایی کرد و چیزهای نیکی که از رسول الله میدانست به او بازگو نمود و گفت در چنین حالتی امکان ندارد هرگز پروردگار پشت تو را خالی کند. و این بود که ام المؤمنین خدیجه تصمیم گرفت که رسول خدا را پیش ورقه بن نوفل ببرد. خدیجه به رسول الله گفت صلی الله علیه وسلم که با هم بریم و رفتند. اولا یعنی با خودش برد پیش ورقه بن نوفل. ورقه فرزند نوفل، فرزند اسد، فرزند عبدالعزی، پسر عموی ام المؤمنین خدیجه. یعنی ورقه پسر عموی ام المؤمنین خدیجه بود. یعنی در لفظ دیگری میفرماید پسر عموی او بود. یعنی چی؟ یعنی پدرش پدر خدیجه بود. این شخصی بود که در زمان جاهلیت بت پرستی را رها کرده بود و نصرانی شده بود و کتاب را می نوشت، کتاب عبری را می نوشت، کتاب یعنی انجیل که به زبان عبری بود آن را به زبان عربی می نوشت و به زبان عبری می نوشت، یعنی از عبری به عربی برمی گرداند. یعنی هرچی، یعنی در واقع انگار تسلط خوبی داشته بر زبان عبری که می توانست انجیل را به عربی بنویسد، یعنی انجیل را به عربی ترجمه کند. و یک پیرمرد سال خورده‌ای بود که نابینا هم شده بود. خدیجه گفت پسر عمویم گوش کن ببین فرزند برادرت چه بهت میگوید. چون اینا در یک بالاخره هر دو از قبیله قریش هستند، بالاخره پسر عمو برادر زاده هم دیگر هستند همشون. فرمود حالا گوش کن ببین این برادر زاده چه میگوید. منظورش رسول خدا بود. ورقه گفت یا ابن اخی ماذا ترى؟ گفت پسر برادرم بگو ببینم چه خبر است، چه اتفاقی افتاده، تا متوجه شویم ببینیم چه روی داده، چه اتفاقی افتاده. اون هم داستان را برایش بازگو نمود. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم داستان را برایش بازگو نمود. ورقه گفت نگران نباش، این همان ناموسی است، یعنی همون فرشته وحی است که بر موسی نازل شده. یا لیتنی فیها جذعا. گفت ای کاش در آن زمان من قدرتمند و نیرومند بودم. یا لیتنی اکون حیا، ای کاش من زنده بودم. اذ یخرجک قومک، هنگامی که قومت تو را از این شهر بیرون میکنند. یا در لفظ دیگر حین یخرجک قومک، هنگامی که مردم در این شهر تو را بیرون میکنند، ای کاش من یک جوان قدرتمندی بودم و زنده بودم، ای کاش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود مگر آنها منو بیرون میکنن از این شهر؟ ورقه فرمود بله، هیچ انسانی، هیچ مردی اون چیزی که شما آوردی نیاورده مگر با او دشمنی شده و شما هم از این مستثنا نیستید. تمام انبیا که اومده اند از طرف قومشون
با آنها دشمنی شده. فرمود اگر من اون روز یعنی وجود داشته باشم و حضور داشته باشم در چنین روزی، تو را پشتیبانی میکنم با تمام وجودم. اما میفرماید ثم لم ینشب ورقة ان توفی و فتر الوحی. میگه ورقه هم خیلی طول نکشید، مدت زیادی طول نکشید، ورقه ابن نوفل وفات یافت و وحی هم قطع شد که متاسفانه به آن نرسید. اما ورقه ابن نوفل رحمه الله که انشاءالله کاملا قبول کرده دیگه، این نشانه این است که به او ایمان آورده و او را قبول کرده و حاضر بوده از او پشتیبانی کند با جان. در نتیجه با ایمان رفته ورقه ابن نوفل، یعنی ایمان که قبلا داشته، نصرانی بوده، به دین حق و بت پرستی هم نکرده. بعدا وحی قد می شود، یعنی مدت طولانی وحی بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم نازل نمی شود، هرچند به صورت قطع وجود ندارد دلیل قطعی که این مدت چقدر بوده. اما در بعضی از احادیث آنگونه معین می شود، حتی بعضی از اهل علم میگویند 3 سال دیگه وحی از رسول الله قطع شد. چون در یک حدیثی اومده میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مکه 10 سال بر او وحی نازل شد، در مدینه 10 سال و هنگامی که فوت کرد 63 سالش بود. وقتی که ما اینجوری نگاه میکنیم یعنی چی؟ یعنی او در 40 سالگی به پیامبری، حتی اینم در اون حدیث هم در صحیح بخاری اومده که در 40 سالگی بر او وحی نازل می شود و 10 سال در مکه بر او وحی نازل می شود، 10 سال در مدینه و در 63 سالگی فوت می کند. یعنی چی؟ یعنی اون 3 سالی که وحی از او قطع شده دیگه بیان نکردند، چون میگه 10 سال در مکه و بر او وحی نازل شده، همون لحظه اول اومده، بعدا قطع شده تا 3 سال. بعد از 3 سال چون پیامبر در مکه 13 سال در مکه بوده، ولی در اون حدیث میفرماید 10 سال در مکه بر او وحی نازل می شده. یعنی چی؟ یعنی 3 سال از این 10 سال وحی بر اون نازل نشده. ما گفتیم 6 ماه قبل از این که اولین آیه بر اون نازل شود به صورت خوابهای قشنگی میدید و اون خوابها او را آماده کرده بود برای اون خلوت کردن و با خود بودن. و بعد از اون آیات ابتدای سوره علق بر او نازل می شود و اون چند آیه و بعدا وحی قد می شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم از این حالت خیلی در واقع نگران می شود که در ادامه حدیث می فرماید تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نگران می شود. امام زهری می فرماید آنچنان که به دست ما رسیده، یعنی خبر به ما رسیده از طریق این خبر به دست ما رسیده، به حدی رسول الله نگران می شود و نگرانی به او سر می دهد که وحی از او قد می شود و اون چند آیه بر او نازل می شود و بعدا قد می شود. می فرماید حتی گاهی میگه چند بار تصمیم گرفته که خود را بکشد، خودکشی کند در اون ابتدا، که از بالای کوه خودش رو پرت کند. میگه فکلما اوفا فی ذروة جبل لکی یلقی منه نفسه تبدى له جبریل. میگه هرگاه بر قله کوهی از اون کوه قرار میگرفت و میرسید و میخواست که خود را چنین کاری بلای بسر خودش بیاورد، جبریل برایش ظاهر میشود، میفرمود یا محمد انک رسول الله حقا، ای محمد تو حقیقتا رسول خدا هستید، نگران نباش. فیسکن لذلك جأشه، میگه رسول خدا دلش آرام میگرفت و یعنی دلش شاد میشد، روحش شاد میشد با این حال و برمیگشت. باز هم وقتی که خیلی طول میکشید دوباره وحی قد باز هم نمی اومد، باز هم آیت نازل نمیشد، دوباره میگفت نه خیلی فایده ای ندارد. دوباره میخواست همین کار رو انجام بدهد. همین که به قله کوه میرسید دوباره جبریل ظاهر میشد و میگفت همون مطلب اول را به او بازگو میکرد و این میرساند. یعنی این مطلب که در اینجا وجود دارد کاملا روشن میکند که مدت زیادی بوده اون مدت که وحی قطع شده. وگرنه گاهی رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت طبیعی، مثلا هنگامی که
ام المؤمنین عایشه همون افترا برای او درست کردند. دوستان روافض عبدالله بن ابی و بقیه منافقین که رافضیان هم از همون منافقین هستند، هنگامی که امام روافض عبدالله بن ابی این افترا را برای ام المؤمنین عایشه درست کرد، رسول خدا 1 ماه کامل در انتظار وحی بود ولی وحی نازل نشد. 1 ماه کامل منتظر بود. هنگامی که مثلا اون 3 نفری که در غزوه تبوک شرکت نکردند و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود برید تا خداوند متعال در مورد شما قضاوت کند، منتظر وحی بود. 50 شب وحی بر او نازل نشد. پس این که میفرماید و فتر الوحی، مدت وحی طولانی بوده، یعنی این گونه نبوده مثلا 1 ماه باشد یا 2 ماه باشد، باید بیشتر بوده باشد. حداقل باید 6 ماه بوده باشد که اون احادیثی که من بیان کردم اینو تایید میکند. همون 3 سالی که بیشتر اهل علم میفرمایند احتمالا همون 3 سال طول کشیده و ظاهر این حدیث هم اینجوری بیان میکند. دوباره در حدیث دیگری امام بخاری بعد از آن حدیث را باز از طریق امام ابن شهاب زهری روایت میکند. میگه ابو سلمه به من خبر داد، ابو سلمه فرزند عبدالرحمن، از جابر بن عبدالله انصاری که در مورد فتره وحی سخن میگفت، یعنی در مورد این سخن میگفت که زمان قطع وحی چقدر طول کشید. میگه در حدیثش میفرماید هنگامی که من داشتم حرکت میکردم، ناگهان صدای را شنیدم، سرم را که بلند کردم دیدم همون فرشته‌ای که در غار حرا به سوی من آمد بر 1 کرسی، بر 1 صندلی نشسته و در لفظ دیگر میفرماید بر 1 تختی نشسته، بین السماء والارض، در بین آسمان و زمین بر روی تختی نشسته بود. میفرماید فرعبت منه، من هم از او ترسیدم. فرجعت فقلت زملونی، برگشتم به خانه گفتم منو بپوشانید، یعنی دوباره لرز کردم از این حالت. معمر و یونس در لفظ اونها میفرماید گفتم زملونی زملونی. میگه اونها فدثروه، اونها هم او را پوشاندن در خانه. فانزل الله عز وجل یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. میفرماید این آیت نازل شد در ابتدای سوره مدثر. ای کسی که خودت را به جامه پوشانیده ای، بلند شو، انذار کن، هشدار بده، به دیگران هشدار بده، انذار کن، مردم را از سرانجام وخیم بترسان. و ربک فکبر، پروردگارت را تعظیم کن، پروردگارت را تعظیم کن. و ثیابک فطهر، لباست را طاهر و پاک و پاکیزه نگهدار، که بعضی میگویند منظورش این است یعنی لباس اشرافی را نپوش، که در حالی که رسول الله هیچگاه لباس اشرافی نپوشیده است. منظور پاک و پاکیزگی و نظافت است در واقع. و ثیابک فطهر، هیچ فرقی نمی کند حالا به صورت عموم چه پاکیزگی معنوی باشد، چه پاکیزگی ظاهری و مادی باشد، همه اینها را باید رعایت کنید. و ثیابک فطهر، یعنی شما نگاه کن، دومین بار که وحی به رسول الله نازل می شود در مورد بار اول در مورد علم و دانش است، بار دوم در مورد پاکی و نظافت است. ماشاءالله ماشاءالله، این خیلی مهم است که پاکی و نظافت چقدر با ارزش و با اهمیت است. به همین خاطر تمام علمای این امت در تمام کتب مثلا فقهی اولین باب را با باب طهارت آغاز نمودند، پاکیزگی قبل از هر چیز.
اگر پاک و پاکیزه نباشید هیچ عبادتی دیگری برای شما میسر نیست. مهمترین عبادت که نماز است بدون پاکی و پاکیزگی امکان ندارد مگر کسی عذری داشته باشد. و الرجز فهجر، دیگه بت پرستی هم رها کن در حالی که بتی را نپرستیده. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودش که نه بت پرستی کرده، نه لباس اشراف پوشیده، نه تکبری ورزیده بر کسی، هیچی. فقط این که به او دستور میدهد، یعنی تمام امت باید این گونه باشند، هم او هم تمام امت. میفرماید این آیات نازل شد قبل از این که نماز فرض گردد. پس رجز یعنی چی؟ امام بخاری در این لفظ میفرماید یعنی بت پرستی. میگه بعد از این دیگه وحی همچنان فحمی الوحی و تتابع. میگه وحی به صورت، یعنی مثل این که بگوید کوره وحی دیگه داغ شد، کوره وحی، تنور وحی داغ شد. فحمی الوحی، وحی داغ شد به صورت مرتب. و تتابع، دیگه پشت سر هم وحی نازل می شد. حالا شما این لفظ را نگاه کن و لفظی که من قبلا گفتم و فتر الوحی را نگاه کن. اونجا میگه وحی قطع شد، در حالی که به صورت طبیعی گاهی بوده 1 ماه وحی نیومده، 2 ماه وحی نیومده، شاید بیشتر هم نبوده، ولی این باز حمل بر این نشده که وحی قطع شده. اما اون مدتی که وحی قطع شده دیگه قطع شده. در اینجا میگه بعد از این دیگه وحی داغ شد، تنور وحی داغ شد و پشت سر هم و پی در پی وحی نازل میشد در مدت 23 سال. حالا بگوییم 20 سال. اگر اون 3 سال وحی قطع شده، 20 سال کامل به صورت پی در پی وحی بر رسول الله نازل شده صلی الله علیه و سلم. وقتی که میگیم پی در پی معنی این نیست هر روز وحی داشته. گاهی گفتیم 1 ماه نداشته، 50 شب نداشته، ممکنه 2 ماه نبوده، اما وحی گاه و بیگاه آمده و گاهی هم شاید در هفته 2 بارم اومده باشد. امام بخاری این حدیث را در چند باب آورده. یکی، این حدیث را روایت می کند در تفسیر سوره مدثر. امام بخاری کتاب التفسیرش که در صحیح بخاری بخشی در آن از آن به اسم چی هست؟ به اسم کتاب تفسیر. و در بخش کتاب الانبیاء، در بخش کتاب الانبیاء اینم را آورده. چرا؟ یعنی در بحث کتاب الانبیاء در این زیر این آیه واذکر فی الکتاب موسی، یعنی همین آیه که پروردگار میفرماید واذکر فی الکتاب موسی، در کتاب در مورد موسی بیان کن و سخن بگو. پس این چه ارتباطی به موسی دارد؟ ارتباط داشت، چون ورقه بن نوفل فرمود همین فرشته‌ای که بر تو نازل شده همون فرشته‌ای است که بر موسی نازل شده. به خاطر این ارتباط امام بخاری این حدیث را در اون باب آورده. بعداً در باب ادب اینم را آورده، باب ادب، آداب، باب رفع البصر الى السماء، بلند کردن چشمان به سوی آسمان، چون رسول خدا چشمانش را به سوی آسمان بلند می کند و میگه فرفعت بصری، چشمم را، سرم را بلند کردم، دیدم همون فرشته‌ای که در غار حرا نزد من آمده بود دوباره الان بالای سر من در بین آسمان و زمین وجود دارد. مثلا امام بخاری این حدیث را به خاطر این مناسبت آورده. و در باب ذکر ملائکه هم آورده، چون همچنان که گفتم در مورد فرشتگان مشخصه داره سخن میگوید، در مورد جبریل که بزرگ تمام فرشتگان است و بزرگترین فرشته جبریل است. جبریل و میکائیل و ملک الموت اینا بزرگترین فرشتگان هستند. بعداً در چه باب دیگری؟ در تفسیر سوره اقرأ باسم ربک الذی خلق، در این بابم آورده در زیر حدیث 4953 4954
4955 4956 4957. یعنی امام بخاری یعنی فقط در تفسیر سوره اقرا این چند بار این حدیث را از این حدیث استفاده نموده. ظاهرا وقت ما داره تمام می شود و این به این مقدار بسنده می کنیم که ابتدای وحی بوده و آغاز وحی چگونه بوده و چه آیاتی نازل شده و در رابطه با چه چیزهایی بوده و بعدا هم انشاءالله اگر فرصت شد یک مطالب دیگری وجود دارد که مربوط به ابتدای وحی بوده و در آغاز وحی بوده و نظر مشرکین عرب در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و این که آنها را به چه چیزهایی دعوت نموده باز هم به این هم میپردازیم. در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.